سلام، به کانال نکس مووی خوش اومدین. آرش هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز. توی این ویدیو قصد دارم به 13 تا از بهترین سریالایی که اولین فصلشون تو سال 2024 اومده بپردازم و اونا رو بررسی کنم. سریالایی که من انتخاب کردم همشون از لحاظ رتبه بندی امتیاز خوبی رو کسب کردن. اگه به نظرتون سریالی هست که باید اسمش توی این لیست قرار داده می‌شده و نشده، حتما اسمش رو توی کامنت ها بنویسید. اولین سریالمون سریال 100 سال تنهاییه که بر اساس رمان معروف گابریل گارسیا مارکز ساخته شده. این سریال داستان خانواده بوئندیا رو به تصویر میکشه که نسل به نسل با کلی اتفاقات عجیب و غریب روبرو میشن. تو این سریال ما شاهد شخصیت‌های اصلی مثل خوزه آرکادیو بوئندیا و اورسولا ایگواران هستیم. این خانواده با چالش‌ها و تحولات مختلفی روبرو میشن که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا تو یکی از قسمت‌ها خوزه آرکادیو به دلیل کنجکاوی زیادش در مورد علم و کیمیاگری دچار مشکلاتی میشه که تمام خانواده‌اش رو درگیر میکنه. این سریال با موضوعات عمیق اجتماعی و فلسفی کلی مخاطب گرفته و امتیاز خوب 7.5 IMDb رو کسب کرده. علاقه‌مندان به داستان پیچیده و فلسفی که به تاریخ و سرنوشت شخصیت‌ها علاقه‌مند هستن میتونن این سریال رو ببینن. سریال شماره 12 اسمش هست مسئله سه جسم. سریال مسئله سه جسم بر اساس کتاب معروف لیو سیچین ساخته شده که اولین قسمت از سگانه یادآوری گذشته زمینه. این سریال داستانی خیالی رو روایت میکنه که تو اون زمین با تمدنی بیگانه از منظومه‌ای نزدیک که 3 ستاره خورشید مانند داره مواجه میشه. این سریال پرخرج‌ترین مجموعه تاریخ نتفلیکس محسوب میشه و شامل روایات متعددی از دهه‌ها و نسل‌های مختلفه. داستان درباره افسر اطلاعات خصوصی کلارنس شی و گروهی از محققانه که برای نجات سیاره از نابودی تلاش میکنند. تو همین حال دانشمندی به نام جینچنگ هم در تلاش تا بفهمه چرا آزمایش‌های شتاب دهنده‌های ذرات اشتباه عمل میکنن. این سریال به پیچیدگی‌های علمی و توطئه‌های سایه‌ای میپردازه. بازیگرای آسیایی این سریال گفتن که اقتباس نتفلیکس تلاش داره تا داستانی که به شدت متمرکز بر شرق بود رو به یه دیدگاه جهانی سوق بده. بازخوردها از سوی جامعه چینی‌ها متفاوت بوده. برخی تغییرات نژادی و فرهنگی رو نقد می‌کنن و برخی دیگه وفاداری به مطالب منبع رو ستایش کردن. این سریال با امتیاز خوب 7.6 که از IMDb کسب کرده توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. این سریال رو به علاقه‌مندان به داستان‌های ماجراجویانه و علمی تخیلی پیشنهاد می‌کنم. سریال شماره 11 اسمش هست بچه گوز. بچه گوز بر اساس تجربه‌های واقعی ریچارد گیتکینز ساخته شده. داستان درباره مواجهه ریچارد با یه زن مرموزه که کم کم وارد زندگیش میشه و اونو تو موقعیت‌های غیر قابل پیش بینی قرار میده. ریچارد که یه نویسنده است، ابتدا از این زن به عنوان یه مخاطب معمولی خوشش میاد، اما به مرور زمان متوجه میشه که این زن نقشه‌های پیچیده‌ای برای او داره، زندگیش رو هم به هم میریزه. این سریال به روابط انسانی و تأثیرات روانی اونا پرداخته و امتیاز خوب 7.7 IMDb رو کسب کرده. به کسایی که به داستان‌های واقعی و روانشناختی علاقه دارن این سریال رو پیشنهاد میکنم. سریال شماره 10 اسمش هست یک رسوایی سلطنتی. این مینی سریال 3 قسمتی داستان مصاحبه امیلی مایکلیس خبرنگار BBC با شاهزاده اندرو رو روایت میکنه. شاهزاده اندرو به خاطر دوستی با جفری اپستین متهم قاچاق جنسی دختران به سوء استفاده جنسی از یه دختر زیر سن قانونی متهم شده. امیلی با تلاش زیاد سعی میکنه حقیقت رو برملا کنه. شاهزاده و همسرش از هم جدا شدن ولی هنوز با هم زندگی میکنن. شاهزاده رفتار خوبی با همسر سابقش نداره و همیشه اونو تحقیر میکنه. امیلی در نهایت موفق میشه شاهزاده رو مغلوب کنه، اما خاندان سلطنتی مانع از دادگاهی شدن شاهزاده میشن و اون از تمام موقعیت‌های اجتماعی خودش کنار گذاشته میشه. امیلی هم بعد از 20 سال خبرنگاری به خاطر فشار کاری استعفا میده. این سریال امتیاز 7.7 IMDb رو کسب کرده.
سریال شماره 9 اسمش هست زیر پل. داستان درباره یه محقق جنایی به اسم دکتر سامانتا واو هست که دنبال حل یه پرونده قتل مرموزه. تو هر قسمت ما شاهد تلاش‌های دکتر واو برای کشف حقیقت و حل پرونده قتل هستیم. تو یکی از قسمت‌ها دکتر واو با شواهدی روبرو میشه که نشون میده قاتل میتونه یکی از نزدیک‌های قربانی باشه، اما برای اثبات این نظریه باید با خطرات زیادی روبرو بشه و حتی جون خودش رو به خطر بندازه. این سریال با ترکیب جنایت و روانشناسی کلی مخاطب جذب کرده و امتیاز خوب 7 و 8 IMDb رو کسب کرده. علاقه‌مندا به داستان جنایی و معمایی میتونن این سریال رو با خیال راحت ببینن. سریال شماره 8 اسمش هست اصل براءت. داستان در مورد یه وکیل مدافع به اسم راستی ثابت با بازی جک جیلنهال هست که با یه پرونده قتل پیچیده روبرو میشه و باید حقیقت رو کشف کنه. تو این سریال ما شاهد تلاش‌های راستی برای اثبات بیگناهی خودش و کشف حقیقت هستیم. تو یکی از قسمت‌ها راستی با شواهدی روبرو میشه که نشون میده قتل توسط فردی انجام شده که هیچ کس به اون شک نمی‌کرده و این موضوع باعث میشه تا تلاش‌های اون برای دفاع از موکلش به چالش کشیده بشه. این سریال با پیچیدگی‌های داستانی کلی مخاطب جذب کرده و امتیاز خوب 7.9 IMDb رو هم کسب کرده. به کسایی که به داستانهای جنایی و حقوقی علاقه‌مندن به شدت این سریال رو پیشنهاد میکنم. شماره 7 رو اختصاص دادم به فصل دوم سریال اسکوید گیم. با اینکه قرار بود فقط سریالایی که فصل اولشون تو سال 2024 اومده بررسی کنیم، حیفم اومد که فصل دوم اسکوید گیم رو توی این لیست نذارم. فصل دومی که خیلی منتظرش بودیم. با اومدن فصل دوم این سریال کره‌ای دوباره کلی مخاطب جذب کرده. فصل اول سریال اسکوید گیم یا همون بازی مرکب واقعا یه شاهکار بود. داستان درباره گروهی از افراد هست که توی بازی‌های مرگباری شرکت میکنن تا جایزه بزرگی ببرن. توی این فصل ما شاهد بازگشت شخصیت‌هایی مثل سونگ گی هون هستیم. توی یکی از بازی‌ها سونگ گی هون باید تصمیم بگیره که برای نجات جون خودش باید یکی از دوستاش رو قربانی کنه یا نه و این تصمیم تأثیر زیادی روی تمام بازی‌ها و زندگیش داره. امتیاز بالای این سریال نشون دهنده جذابیت و کیفیت بالای اونه. این سریال رو به طرفداران داستان‌های هیجانی و اکشن پیشنهاد می‌کنم. این سریال حواشی و انتقادات و اتفاقات زیادی به دنبال داشته که در ویدیوهای بعدی کاملا به شما توضیح خواهم داد. فصل سوم این سریال هم قراره حدود تابستون سال بعد منتشر بشه. سریال شماره 6 اسمش هست ریپلی. داستان درباره تام ریپلی با بازی اندرو اسکات، یک کلاهبردار هوشمند و حیله‌گره که دنبال قدرت و ثروته. تو این سریال ما شاهد ماجراهای هیجان انگیز و پیچیده تام ریپلی و چگونگی استفاده از هوش و حیله‌های خودش رو برای موفقیت می‌بینیم. مثلا تو یکی از قسمت‌ها تام با جعل هویت یه فرد ثروتمند وارد دنیای اشرافی میشه و سعی می‌کنه از این فرصت برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کنه. این سریال با پرداخت به روانشناسی شخصیت و تأثیرات اخلاقی اعمال اون نگاه مخاطبا رو به خودش جلب کرده و امتیاز خوب 8.1 IMDb رو کسب کرده. من این سریال رو به کسایی که علاقه‌مند به داستان‌های جنایی و درام‌های روانشناختی هستن پیشنهاد میکنم. سریال شماره 5 اسمش هست مرد نفوذی. این سریال یک کمدی درام اجتماعی در مورد یه استاد بازنشسته است که واسه رهایی از رنج فقدان همسرش به شغلی عجیب و پرماجرا رو میاره. چارلز یه استاد بازنشسته است که بعد مرگ همسرش تصمیم میگیره به عنوان جاسوس توی مرکز نگهداری سالمندان کار کنه. اونجا با دیدی مدیر مرکز و گلادیس یه سالمند مبتلا به زوال عقل آشنا میشه. چارلز متوجه میشه که گلادیس ناخودآگاه وسایل رو میدزده و بهش کمک میکنه تا مشکلش حل بشه. در نهایت چارلز معمای سرقت‌ها رو حل میکنه و روابط خودش رو با بقیه ترمیم میکنه. سریال مرد نفوذی تا اینجا امتیاز 8.3 IMDb رو کسب کرده.
این سریال رو به کسایی که عاشق کمدی‌های دراماتیک و داستان‌های اجتماعی هستن پیشنهاد میکنم. سریال شماره 4 لندمن هستش. داستان سریال لندمن درباره تامی نوریس، یکی از کارگران قدیمی و با تجربه صنعت نفت هستش که با چالش‌های جدیدی روبرو میشه. تامی سالها تو این صنعت کار کرده و حالا به دنبال فرصتی واسه پیشرفت و به دست آوردن ثروته. داستان سریال به جنبه‌های مختلف زندگی کارگرای نفت، خانواده‌هاشون و همچنین تأثیرات محیطی و اجتماعی صنعت نفت میپردازه. تامی و تیمش با چالش‌های زیادی روبرو میشن، از مشکلات مالی گرفته تا رقابت‌های سخت و مشکلات خانوادگی. این سریال به خوبی نشون میده که چطور این افراد با سختی‌ها و فشارهای دنیای نفت دست و پنجه نرم میکنن و سعی میکنن موفق بشن. این سریال امتیاز خوب 8.4 IMDb رو کسب کرده. من این سریال رو به علاقه‌مندان به داستان‌های درام و ماجراجویی پیشنهاد میکنم. سریال شماره 3 اسمش هست محله داخلی چینی ها. این سریال داستان زندگی یه بازیگر آسیایی آمریکاییه که در مواجهه با کلیشه‌های نژادی تلاش میکنه تا هویت واقعی خودش رو پیدا بکنه. ویلیس وو یه بازیگر آسیایی آمریکایی با استعداد هست که همیشه نقشه‌های کلیشه‌ای و کم اهمیت در هالیوود بهش میرسه. اون در تلاشه تا از این چارچوب‌های نژادی رها بشه و فرصت‌هایی برای بازی تو نقش‌های متنوع و معنادار پیدا بکنه. در این حال زندگی شخصی ویلیس هم با مشکلاتی همراهه. اون با لانایلی یک کاراگاه جسور و مستقل در رابطه عاشقانه است، اما این رابطه با فشارهای اجتماعی و انتظارات خانواده تحت تاثیر قرار میگیره. ویلیس باید بین حفظ هویت فرهنگی و ادغام تو جامعه‌ای که اونو نمیپذیره تعادل برقرار کنه. داستان سریال بین لحظات کمدی، درام و احساسات واقعی حرکت میکنه و نشون میده که چطور ویلیس با این چالش‌ها روبرو میشه و تلاش میکنه جایگاه خودش رو پیدا بکنه. این سریال نمره خوب 8.5 IMDb رو کسب کرده. این سریال رو به کسایی که به داستان‌های انسانی و چالش‌های اجتماعی علاقه‌مند هستن پیشنهاد میکنم. سریال شماره 2 اسمش هست پنگوئن. داستان سریال پنگوئن درباره اوزوالد کاپلباته که به دنبال تبدیل شدن به یکی از ابرشرورای مهم گاتام. اوزوالد کاپلبات یا همون اوز با بازی عالی و استثنایی کالین فارل بعد از ترور کارمین فالکونه ابرشرور گاتام به دنبال قدرت و نفوذ بیشتره. اوز با پسر کارمین آلبرتو فالکونه روبرو میشه که قصد داره به یکی از ابرشرورای بزرگ گاتام تبدیل بشه. تو جریان یه درگیری اوز کنترل خودش رو از دست میده و آلبرتو رو میکشه. این سریال اسپینافی از فیلم بتمن سال 2022 هست و داستان اوز رو که حالا باید با چالش‌های جدیدی مثل خانواده فالکونه و خواهر آلبرتو سوفیا فالکونه که به تازگی از بیمارستان روانی آرکام مرخص شده روبرو بشه. اوز باید برای بقای خودش و رسیدن به قدرت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنه و تصمیمات سختی بگیره. سریال پنگوئن با فضاسازی تاریک و حس خفقان شهر گاتام مخاطبان رو به دنیای پیچیده و رازآلود این شهر میبره. این سریال با توجه به داستان‌های موازی و پیروزی‌ها و شکست‌های متعدد اوز جذابیت زیادی برای علاقه‌مندان به ژانر جنایی و معمایی داره. پنگوئن امتیاز عالی 8.6 IMDb رو هم کسب کرده. این سریال رو به کسایی که به داستان‌های جنایی و معمایی تو دنیای بتمن علاقه‌مند هستن پیشنهاد میکنم. و در نهایت میرسیم به شماره 1 لیستمون، سریال شوگان
یا همون شوگون. سریال کوتاه و خوش‌ساخت شوگان یه درام تاریخی بر اساس رمان سال 1975 جیمز کلاول هست که تو قالب 10 قسمت ساخته شده. داستان درباره جان بلکثورن، یه دریانورد انگلیسی است که بعد از غرق شدن کشتیش وارد ژاپن میشه. اونجا با یوشی توراناگا، یه سامورایی زیرک و قدرتمند، آشنا میشه و راههای سامورایی شدن رو طی میکنه. این سریال درباره برخورد دو مرد جاه طلب از جهانهای مختلف و زن مرموز سامورایی به نام بانو ماریکو هست. جان بلکثورن یه ملاوان ریسک پذیره که با کشتی آسیب دیدش به ژاپن میرسه و فرهنگ ناآشنای این سرزمین اونو تغییر میده. ارباب توراناگا در تقابل با رقبای خطرناک و سیاسی خودش قرار میگیره و بانو ماریکو باید ارزش و وفاداری خودش رو ثابت کنه. شوگان یکی از معدود سریال‌های غیر نتفلیکس بوده که رتبه نخست رو هم پشت سر گذاشته و تو 6 روز نخست انتشار 9 میلیون بازدید تو پلتفرم‌های هولو، دیزنی پلاس و استار پلاس داشته و همچنین امتیاز عالی 8.6 IMDb رو هم کسب کرده. این سریال رو به علاقه‌مندان به داستان‌های تاریخی و سامورایی پیشنهاد می‌کنم. ممنون از شما که تا این لحظه با من بودید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و شما رو به دیدن این سریال جذاب ترغیب کرده باشه. اگه سریالی هست که به نظر شما باید تو این لیست باشه، حتما توی بخش نظرات به من بگید و فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیو با خبر بشید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.